چند روز است که فوتبالبازان باشگاه استقلال دوشنبه پس از انجام تعطیل زمستانه خود تحت سروری ایگور چرفچنکو و یوری باتورنکو مشق‌های تعلیمی را در تالار سرپوشیده اکادمی یوونتوس آغاز کرده همه روزه به تمرین فرا گرفته شدند. تمرین‌های فوتبالبازان دسته پایتخت برای 2 وقته جریان دارد. همانطور که انتظار می‌رفت برخی تغییرات در هیئت مربیان فوتبالبازان در باشگاه صورت گرفته است. یکی از فوتبالبازان با مهارت تاجیک علیشیر جلیلف از دسته AGMK ازبکستان به دسته استقلال بازگشته است و روزهای نزدیک با این تیم شرطنامه همکاری امضا خواهد کرد و همکنون در مشق‌های دسته جمعی اشتراک می‌نماید. همچنین در مشغولیت‌های دسته قهرمان تاجیکستان احسان پنجشنبه که چند مدت در دسته ذوب آهن اصفهان ایران فعالیت داشت دیده می شود که این هم خبری خوش دیگر برای مخلصان باشگاه و عموما فوتبال تاجیک می باشد. همچنین در هیئت مربیان نیز تغییرات وجود دارد که آن هم به دسته پیوستن مربی با سابقه و با تجربه دروازه‌بانان دمیتری تیاپوشکین می باشد. این متخصص قبلا در دسته های روسی سوکول، کریل سویتوف، مردویا، آلانیا و روتور به حیث مربی دروازه‌بانان فعالیت نموده است. افزون بر این وی همچون دروازه‌بان در دسته های اسپارتاک مسکو، دینامو مسکو و سیسکا و سوکول هنرنمایی کرده است و چمپیون روسیه در سال 1994 با اسپارتاک می باشد. این متخصص آمده است تا تجربه و دانش‌های خود را با استقلال در میان گذارد. Я уверен в том, что до меня работали здесь квалифицированные люди с вратарями, поэтому все, что хорошего они до них донесли, это останется. Ну и, естественно, работа та, которую я делал последние годы, она, наверное, уже накоплена определенным опытом, и она будет, естественно, немножко изменена. Я так думаю, что по сравнению с тем, кто был до меня, она будет создана именно под тех ребят, которые сегодня со мной работают. И мне нужно некоторое время для того, чтобы поближе с ними познакомиться и понимание, куда нам идти дальше, какие стороны развивать и что поддерживать. آنگونه که از صحبت‌های هیئت مربیان و مسئولان باشگاه برمی آید، هنوز هم هیئت مربیان و بازیگران کامل نبوده. رهبریت دسته استقلال تلاش دارد نفرانی ارزنده را در این هیئت‌ها شامل نماید تا در لیگ قهرمانان آسیا بتواند میهن خود را به طور شایسته نمایندگی کند. باشگاه استقلال در سال نو میلادی با جلب مربیان و فوتبالبازان بانام آغاز بسیار خوب دارد و امیدواریم انجام خوب و برار هم نتیجه چنین تلاش ها خواهد شد.